چونکه پیامبر اسلام حدیث است میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. بسیار سخت صحبت میکنن نسبتی یعنی که میزبان تو مهمان بسیار میگه هر کسی که هر انسانی که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان به الله و روز قیامت داشته باشد فلیکرم جاره فلیکرم ضیفه. حتما باید مهمانش حرمت احترام کنه. یعنی خیلی سخت صحبت میکنن، یعنی حرمت کردن مهمان حرمت کردن مهمان. همین خیلی دادگر حدیث پیامبر میفرماد که لیس منا من لم یکرم ضیفه. از ما نیست اون کسی که مهمانش حرمت احترام میکنه. این سخنای پیامبر یعنی حرمت کردن مهمان اینجا بسیار مهم است.